خب سلام. توی این ویدیو میخوام اول از همه محیط کار رو بهتون نشون بدم، محیطی که توش پارچ رو توسعه میدم و بعد از اون بریم سراغ نوشتن متا بسته ها برای پارچ که کار آپدیت و اینها رو ساده تر کنه برای کاربر. محیطی که من ازش استفاده میکنم روزمره محیط پلازما هستش. یک محیط فیچر ریچ، یوزر فرندلی و ساده، روون، با قابلیت هایی که مثلا توی دسکتاپ های دیگه کمتر میبینید، قابلیت شخصی سازی بالا و اصلا مهمتر این که دست شما رو توی شخصی سازی خیلی باز گذاشته تا جزئی ترین بخش میز کار رو میتونید شخصی سازی کنید. برای شروع باید بریم سراغ دو تا از صفحات آرچ ویکی که من یک توضیح در مورد بسته های آرچ به شما بدم. بیلد سیستم آرچ یا ABS آرچ بیلد سیستم یک چیزی داره به نام PKG بیلد که این ساختار بیلد بسته است. توی دبیان ما کنترل رو داریم، حالا اینجا ما PKG بیلد داریم. PKG بیلد چیکار میکنه؟ کاری که انجام میده اینه، میاد یک سری دستورات داخلش هست که به میک PKG میگه آقا بر اساس این قواعد یک فلان بسته رو بساز. بسته های آرچ هم همشون بسته های تار هستند که با میک PKG بیلد میشن و توی جاهای دیگه میرن. خب اینجا هم یک دونه آرچ پکیج گایدلاین داریم برای جاهای مثلا برای 32 بیت، برای وب، برای KDE. مثلا اگه بخوام یک برنامه برای KDE من بسته بندی کنم، توی KDE پکیج گایدلاین اینجا یک سری توضیحات نوشته که آقا میخوای فلان بسته رو برای KDE بسته بندی کنی، اینطوری بیا بسته بندیش کنی. اگه برای پلازمای 5 میخوای بسته بندی کنی حتما اولش میذاری پلازمای 5. یا مثلا برای گنوم حتما سورس باید از دانلود دات گنوم باشه، حالا حتما نه ولی از اونجا باید باشه. از میسون و گنو بیلد سیستم مثل جیکامپ و خیلی چیزهای دیگه اینجا یک سری قواعد نوشته که اینطوری باید بیلد بشه بستتون برای گنوم و چیزهای دیگه، جاوا، راست، روبی، واین. حتی برای واین هم میتونید بسته بندی کنید. این چیزهای هستش که آرچ براتون آماده گذاشته اینجا. حالا من به این کار ندارم، ما امروز میخوایم یک دونه بسته بسازیم برای متا پکیج بسازیم برای پارچ و حالا کاری که بعد انجام بدیم، من 3 تا متا پکیج میخوام بسازم. یک متا پکیج برای خود بیس، برای پلازما و برای گنوم. برای شروع این اول یک دونه محیط من آماده میکنم برای بیلد بسته هام. mkd build. خب اینجا من 3 تا پوشه درست میکنم: پارچ، گنوم، متا، پارچ داش پلازما، متا، پارچ داش بیس. خب من این 3 تا رو ساختم و حالا باید فایل پروتوتایپ PKG بیلد رو بردارم و بیارم اینجا. cp usr share pacman و اینجا PKG build.proto هست. این رو کپی میکنیم به اینجا، اشتباه تایپی. خب اینو کپی میکنیم اینجا PKG build.proto. خب این رو میبرم توی پارچ بیس به عنوان PKG build، میبرمش اونجا. خب اون پروتوی آخرش رو باید حالا موقع انتقال حذف کنیم که انجام دادیم و حالا من این رو با ایمکس اجرا میکنم. ایمکس PKG build. خب خب حالا این یک PKG بیلد خیلی ساده است که برای ما اینجا گذاشته. خب
توی متا پکیج ها ما چون نه فایلی داریم که نصب بشه و نه یعنی هیچ فایلی قرار نیست توی بسته باشه، صرفا متا پکیج یک بسته خالیه که بسته ها رو قرار به عنوان دپندنسی داخلش بذاریم، همونجوری که توی خود ویکی آرچ گفته. حالا توی به صورت دپندنسی ما باید قرار بدیم اینها رو که آقا میخواید نصب کنی باید دپندنسی باشه که این به عنوان یک پکیج گروپ شناخته بشه، ما باید این کار رو انجام بدیم. خب برای این من اینجا حالا بذارید فونت ایمکس رو زیاد کنم، دوم increase font size. خب امیدوارم بتونید بخونیدش، بذاریم بیشتر نمیتونم انجامش بدم، یکی دیگه ببرنش بالاتر، نه نمیشه. خب میذارید با چیز برم چون ممکنه خوانا نباشه براتون، قبلا هم گفته بودن خوانا نیست، با نوین من انجام میدم. خب اینجا یک سری نوت داره example pkg build، ما اینا رو لازم نداریم، مینتینر بمونه، ورژن بمونه، رل بمونه، ایپاچ لازم نیست، آرچ بمونه، URL بمونه، لایسنس بسته لایسنسش بمونه، گروپ نداریم، دپندنسی بمونه، این بره، چک دپندز بمونه، آپشنال دپندنسی بره، پروواید بره، کانفلیکت بره، ریپلیس هم بره، بکاپ هم بره، آپشن هم بره، اینستال هم که نداریم، چنج لاگ هم نداریم. حتی چرا چنج لاگ باشه بهتره، چنج لاگ رو برگردونیم. سورس نداریم چون اصلا چیزی قرار نیست نصب بشه که سورس داشته باشیم. نو اکسترکت نداریم، این هم که نداریم، این هم که هیچ. خب و پکیج هم فقط این هم هیچ کدوم لازم نیستن چون اصولا چیزی توی گنوم توی متا پکیج ما که برای بیس هست نصب نمیشه. این هم میتونیم برش داریم، اگه خطا نده فکر نکنم لازم بشه. اسم این بسته هست پارچ بیس، ورژنی که داریم 0.1، description meta package for a minimal Parch installation و مینتینر هم پارچ لینوکس و ایمیل خود پارچ. حتی ایمیل پارچ چون فعلا نداریم، مینتینر حالا خودم باشم بهتره، فرقی نمیکنه. ایمیل هم sohrab@parchlinux.com. خب آرچمون انی هستش چون متا پکیج اصولا چیز خاصی نداره، URL https parchlinux.com. لایسنس متا پکیج هم حالا می‌نویسیم GPL3. دپندنسی هایی که داره توی بحث دپندنسی ها، جوری که دپندنسی ها رو بخوایم بذاریم میتونیم به این صورت قرارشون بدیم بین دوتا از این چیزها و جلوش دو نقطه بذاریم برای آپشنال دپندنسی ها. برای خود دپندنسی ها می نویسیم، من الان اینطوری میذارم و شروع میکنم به بیلدش. خب زبان فارسی شد. خب اینو میاریم پایین. بیس، خود بیس آرچ، بیس دیول، گیت، اینا چیزای مینیمال لینوکس، کرنل، لینوکس داش فریمور. بعد توی بارچ بیس دیگه چی داریم؟ پارو داریم، پارچ پکمن داریم، پارچ گراب داریم، پارچ برندینگ داریم، کانفیگ فونت ها داریم، پارچ ایموجی iOS،
توی پارچ الان می‌بینیم دیگه چیا داریم که جزء بیس بتونیم قرارش بدیم. خب چیز خاصی نداریم دیگه که اینجا بخوام به عنوان بیس قرارش بدم توی چیز. آره همینا بود. خب اینا شد بسته های بیس پارچ و چنج لاگ هم حالا فعلا بعداً اضافه میکنیم، ولی اینا شد بسته های بیس پارچ. خب چجوری بیلدش کنیم؟ make pkg-sc شروع میکنه به بیلد کردن این بسته. چون هیچ کار خاصی قرار نیست انجام بده، بیلدش هم زود تموم میشه. حالا تا موقعی که این داره بیلد میشه، چون پکمن یکم طول میکشه، من سیستم رو تازه روشن کردم و شروع به ضبط ویدیو کردم خودش رو بیاد بالا. اینجا یک سری چیزهای دیگه هم هست، پرووایت ها، کانفلیکت ها، ریپلیس ها. ریپلیس مال وقتی که مثلا ما یک بسته داریم مثلا وایرشارک کیوت، این میاد و خود وایرشارک رو ریپلیس میکنه، یا مثلا یک بسته جدیدی میاد که جای بسته قدیمی رو میگیره، میاد ریپلیس میکنه. این ریپلیس کارش اینه، میاد یک بسته رو جایگزین یک بسته دیگه میکنه و بعدش اون بسته میاد جایگزین بسته دیگه میشه. خب تا اون موقع این در حال کار کردنه. خب رمز میخواد، پارچ گراب رو میخواد نصب کنه، نصب کن. خب این بسته اینجا بیلد شد. این شد متا پکیج ما. حتی اگه بتون فکر کنم دستور اینطوری هم کار کنه برای ما، فکر نکنم اینطوری کار کنه، ولی خب نه کار نکرد، نشون نمیده. ولی حالا من بازش میکنم بهتون محتویاتش رو نشون بدم. این بسته چون یک متا بسته است، یک متا پکیجه، هیچ چیز خاصی داخلش نداره. یک بیلد اینفو داره که نشون میده روی چه سیستمی بیلد شده، اسم بسته داره، یک دونه امتیری داره که فایل های داخلش رو نشون میده که ما فایلی نذاشتیم داخلش، و یک دونه پکیج اینفو داره که توی این پکیج اینفو میاد دیپندنسی ها رو لیست میکنه که آقا این دیپندنسی های این بسته است و اینطوری بهتون نشون میده که چطوری ساخته شده و چیزایی دیگه. خب اینو الان من میندازمش توی مخزن پارچ. ندادم خودشو، خودش پارچ بیس. خب و حالا برای پلازما، چون من گنوم رو بخوام بیلد کنم قطعا میاد یک خروار دیپندنسی گنوم رو نصب میکنه روی سیستم من و گنوم رو میدیم به کسی که گنوم داشته باشه برام بیلد کنه، چون من اصلا الان علاقه‌ای به نصب دیپندنسی گنوم ندارم. فعلا برای آشنایی من پلازما و حالا بیس رو میسازم و گنوم رو هم مینویسیم پکیج بیلدش رو، ولی میدیم به دوستان بیلد کنن چون من الان گنوم ندارم. CD یا خودم هم شاید اصلا بیلد کردم بعدش پیش نیازها رو حذف کردم، کاری نداره. میام توی پلازما متا NVMe بیلد. خب و دوباره ما همه اینا رو میتونیم، من اصلا به جایی که بیام الان دوباره بنویسم چون اصلا هیچ فرقی هم نمیکنه برای من، صرفا ویدیو خیلی طولانی میشه، بیام از این کپی کنم به پلازما. خب دوباره خب حالا اینجا for a parch for a full parch plasma installation.
پارچ پلازما متا. خب اینجا دیگه بسته‌هایی که اینجا هست رو چون توی بیس بودن من اینا رو حذف می‌کنم از اینجا. صرفاً یکی از پیش نیازهای این رو باید پیش نیازش رو بذاریم پارچ بیس پلازما کنسول نوچت اسپکتکل دولفین گوئنویو آکولار آرک و پیش نیازهای خود آرک آنزیپ آنرر P7 زیپ مرکورو که تقویم KDE. بعد بریم جلوتر مارک نوت توی KDE پارچ توکودون داریم و فایرفاکس به عنوان مرورگر. خب فکر میکنم اینا کافیه و همینطور حالا پکیج کیت داش کیوت 6 رو هم میذارم برای دیسکاور و تمام. اینها شد متا پکیج پلازما. خب فعلا من اینو نمیتونم بیلد کنم. چرا نمیتونم بیلدش کنم؟ چون نیاز دارم تا این بسته رو داشته باشم روی سیستم تا این بیلد بشه، چون از پیش نیازهای پلازماست. من اینو الان دستی نصبش میکنم و پلازما رو هم بیلد میکنیم. البته اینجا یک اشتباهی که کردیم این بود که اسم بسته رو من یادم نبود عوض کنم. پلازما بتا. خب این رو هم کپی میکنیم به اینجا. خب. و حالا برای گنوم من دوباره دستور CP رو میزنم و دوباره بسته رو کپی میکنم، این دفعه به گنوم متا. بذارید برگردیم توی پارچ پلازما متا. اینجا یک حالا بعدا این رو باز چیز خاصی هم نبود، STDM روی دوزی بیش‌فرض نصب نیازی نیست توی اون بذارمش، ولی بعدا برای بیلد حالا بیلد های دیگه باید اون رو حتما بذارمش. خب اینجا دوباره پارچ گنوم متا for a full پارچ گنوم اینستالیشن. دوباره این بسته ها اینجا حذف. توی گنوم ما یک سری بسته های اضافی تر هم داره، یعنی کل گنوم رو ما اینجا قرار نیست نصب کنیم. خب اگه من بیام اینجا و حالا مسیر ایزو packages.x8664 خب بسته هایی که گنوم داره، این بسته های گنومه، یعنی اینا چیزایی هستن که باید مجزا نصب بشن اینجا. من اینا رو اینجوری کپی میکنم اینجا میندازمشون و حالا خب اینا بسته های خود گنومن. ما یک دونه بسته بیس داشتیم اینجا اول، پارچ بیس، یک دونه باباب داریم، خب اینا رو یکم طول میکشه تا چیز بشه. خب ولی
اینا بستاییه که باید توی گنوم نصب بشه. خب خب بسته‌های گنوم رو جدا کردیم. حالا 3 تا بسته هم اینجا اضافه است که اینا رو دستی اضافه میکنم و یک سری ویدیو کد اینا با خود توضیح نصب میشه. این 2 تا ترم هم هست. اینها رو هم اضافه میکنم. خب اوینس AWGTK3 پاپیروس آیکون تیم GDM گنوم بلوتوث گنوم بک‌گراندز گنوم کلکیولیتر گنوم کلندر گنوم کاراکترز. بسته گنوم رو حالا اگه فکر می‌کنید اگه کنجکاوید که چرا اینطوریه، بعد بگم که ما بسته یعنی گروه گنوم رو شکستیم. یک سری برنامه اضافی داشت مثل گنوم کانتکست، مثل لالیپاپ، اینا استفاده نمیشد، یعنی اصلا چندان به درد توضیح نمیخورد. اینها رو از روی گنوم برداشتیم و بسته گنوم رو کوچیک‌تر کردیم. گنوم لاکس، جی فور میوزیک، گنوم فوتوز، گنوم سشن، گنوم settings دیمن، گنوم شل، گنوم شل اکستنشن، گنوم تور، ودر، پلاگین منیجر، اسنپ شات، جی وی اف اس ها برای اتصال پارچ ویلکام جزو متا پکیج گنوم نیست، یعنی صرفا توی لایو فقط با درد میخوره، باقی جا لازم نیست. و گنوم پکیج کیت پلاگین و گنوم سافر پکیج کیت. این از این.
برای بیلد این حس میکنم از داکر استفاده کنم خیلی بهتره. لینوکس داکر، یعنی صرفا از داکر استفاده کنم. میگیم داکر پول آرچ لینوکس. فکر نکنم آرچ لینوکس باشه. داکر پول آرچ لینوکس خالیه. این آرچ لینوکس رو میکنم آرچ لینوکس لیتست. خیلی سرعت بالایی هم داره توی دانلود. اصلا آدم میدونه چی بگه. ما اینو بعداً بیلدش میکنم گنوم رو. فعلا بریم اون چند تای دیگر رو کامیت کنیم. با ساختار خود چیز که آشنا شدید تقریبا چطور میشه پکیج ها رو ساخت. یک رویه کوتاه از پکیج های پارچ رو با هم دیدیم و حالا یک توضیح هم در مورد ساختار مخزن بدم. ساختار مخزن توی آرچ اینطوریه که ما اسم مخزن رو داریم و معماری مخزن رو داریم. اگه من بخوام یک مخزن داشته باشم اینجا که به عنوان مثال برای ARch 64 باشه، اینجا بنویسم ARch 64، یک پوشه مجزا اینجا درست میکنم براش و بسته های مربوط به اون رو میندازم اینجا. بعد وقتی که مخزن رو بفرستم اونجا، بر اساس اون این جوری که مخزن اساسا https example.com. خب اکثر ساختارا رو دیده باشید یک دونه دلار سیمبل دارن، ریپو آرچ و تمام. ما این ریپویی که اینجا هست ساختار اسم خود مخزنه، یعنی اصلا اینجا پی پی آره، اینجا پی پی آر میخوره. یعنی اصلا ما یک دونه سایت داریم، دو تا دایرکتوری توشه، یکی پی پی آره، یکی هم پی سی پیه. خب این دوتا توی یک سایتن، توی یک هاستن، به یک دامنه وصلن. میایم و حالا این پی پی آر رو با معماریاش و پی سی پی با معماریاش اینجا هستن. این آرچی که این ریپویی که اینجا هست مثلا میاد پی پی آر میشه. اگه اسم بالای ریپو پی پی آر باشه اینجا هم پی پی آر میشه. اگر پی سی پی باشه میره از پی سی پی میگیره و نگاه میکنه به معماری اینجا x86 یا اگه مثلا روی رزبی پای باشین ARch 64. بر اساس اینها میره و بسته رو دانلود میکنه. حالا من یک نمونه بخوام بهتون نشون بدم. vim example. این یک جوری که مخزن رو ما قرار میدیم، مثلا اسم مخزن از PPR example.com repo arch. اینجا هم یک دونه سرور جلوش هست. خب و حالا یک دونه چیز دیگه هم داریم مثل PCP، مثل چیز اینجا میگه. خب کاری که انجام میده، میاد این ریپو رو
از این میگیره اسمش رو، یعنی هر چی که اینجا باشه بر اساس اون دایرکتوری میره و هر چی اسم ریپوتونه اسم دایرکتوری ریپوتون هم باید همون باشه. این آرچ هم معماری سیستمه. همونطوری گفتم ما انی داریم که اینا یعنی روی هر معماری نصب میشن، مثل اکثر بستای پایتون، بش اسکریپت ها و چیزهایی که اصلا به معماری اصلا کاری ندارن. یک دونه x86 داریم، x86 on the line 64 که اینا میشن مموری 64 بیتی. یک دونه A آرچ 64 داریم که اینها میشن مموری های آرم 64 بیتی و یک دونه هم i 386 داریم، i 486 داریم و مموری های، حالا این x86 64 هم یک دونه on the line v2 داره و چیزهای دیگه که اینا رو حالا ما فعلا توی پارچ ازشون پشتیبانی نمی کنیم. فعلا ما خود 64 بیتی معمول رو داریم، یک مموری آرم داریم و یک انی داریم. حالا در آینده توی مخزن پورت های پارچ ما مموری بیشتر رو هم پشتیبانی میکنیم. خب برگردیم سر کارمون. اینجا ما بسته ها رو اضافه کردیم، یک استاتوس میگیرم میگه خب این یک دونه اینه، یک دونه هم اینه. قبل از هر کاری من یک دونه گیت پول میکنم که به مشکل نخوریم، همه چیز آپدیت. بعد دستور make ppr رو اینجا می نویسم که میاد و مخزن ppr رو بیلد میکنه. این بش اسکریپت make ppr ترکیبی از چند تا دستوره که کار منو توی ساخت مخازن راحت‌تر میکنه. بعد از اینکه این انجام بشه مخزن کارش تمومه و میتونیم ازش استفاده کنیم، یعنی آپلود میشه به گیت و از طریق گیت هم در دسترس بقیه قرار میگیره. خب اگر بخوام نشون بدم که این دستور چه چیزی رو عوض کرد، گیت استاتوس یک دونه دیتابیس رو تغییر، دو تا دیتابیس و دو تا فایل جدید. خب این فایل ها رو اضافه میکنم، git commit-am added plasma and base metal packages و این رو هم پوش کنیم بده. خب اینا پوش شد رفت. خب حالا بخوام یک ساختار بهتون نشون بدم از این بسته ها، فکر کنم CatchUS ریپازیتوری راحت‌تر باشه نشون دادنش. خب این مخزن CatchUS هم دیگه یک دونه بخش ریپو داره که این ریپوش برای 3 تا معماریه. معماری x86 x86 underline 64 version 3 و version 4. بر اساس این معماری‌ها، یعنی به جای این ریپو اینجوری ریپوه، اینجا باز یک دونه ریپو، یک اینجا آرچ داره جلوش دیگه. حالا این هم اسم ریپوه. اینا باز اینجا باز ریپو داریم CatchUS، یعنی اینطوری میشه، اینجا میشه آرچ، اینجا میشه ریپو. این میشه ساختار مخزن CatchUS. و حالا برای پارچ هم ما یه همچین ساختاری رو قصد داریم بسازیم، یعنی فعلا داریم. اگه بریم به mirror.parchinux.com توی ریپوز ppr-pcp اگر بخوایم در آینده ما بخش پورتس پارچ رو اندازی کنیم که میشه پورت کردن پارچ به مموری‌های دیگه مثل ریسک 5 مثل چیزهای دیگه، اینجا مخزن‌های دیگه اضافه میشن و این مخزن اصلی پارچ میشه. فعلا مخزن‌ها رو گیت هابن چون این سرور فیل سیف بالا اومده، فعلا مخزن‌ها رو گیت هابن و از اونجا دسترسی داریم بهشون. خب این یک ویدیو بود، یک سری توضیحات اضافه هم دادم در مورد ساختار آرچ، چطور بسته ساخته میشه، چطور پیتا پکیج میتونیم بسازیم
و یک نکته‌ای بهتون بگم، متا پکیج ها رو توی AUR نمیتونید سابمیت کنید، امکانش نیست. توی AUR سابمیت کردن یک بسته توی AUR قواعد خیلی سختی داره که باید ازشون پیروی کنید. به خصوص یکی این که این گایدلاین ها رو حتما باید داشته باشید برای فونت، برای گنوم، برای هر چیزی. و اینکه فکر کنم حالا باید بریم توی AUR Submission Guideline. اینجا یک سری توضیحات نوشته رول آف سابمیشن که اینها رو اگه خواستیم بسته پیروی بزنید بعد داشته باشین. یعنی نوشته که بسته نباید توی مخازن باشه، یعنی بسته که بخواید ثبت کنید در هیچ شرایطی نباید توی مخزن باشه و بجز جایی که یک سری ویژگی بیشتر، یک سری پچ بیشتر فعال میکنن توی چیز و حالا چیزهای دیگه. و نوشته حتما AUR رو چک کنید اگر بسته وجود داشت و اگر در حال نگهداری بود میتونید به مینتینر سابمیشن بفرستید که اون اعمال کنه. اگر خواستید توی AUR بسته ثبت کنید اینها رو حتما بخونید، لازمتون میشه. و حالا تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.